ای بابا خدایا ما دیگه نمورم مشهد. شیطان رانده شده خودمو به گردونواز چی کارت کردنی همشهریان؟ خب اینا خودشان همه چی بلدن. 4 تا مثل ما رو میکنن تو جیب ساعتیشان، باهاش توشله بازی میکنن، تو کوچه خیابون اسکلم میکنن، احساس پوچی میکنم دیگه. حلالتان همشهریام که تلتان تو مخلوقاتون پیدا نمره. شیطان رجیم کی بودی تو؟ به دق مودم اونا فهمیده تر از این حرفایی که تو خواسته بشی بری گولشان بزنی. شیطون بلا. اسکلم میکنی؟ که دارم اسکلت میکنم. اصلا از روز اولی که فرستادم مشهد داشتم اسکلت میکردم. برار گلم فقیر برگت برو اشغالت بکن، برو شبا جمعه تو ترافیک ترقه به شاندیز کیف کو، برو دور دور هاشمیه، برو قله زود غیبی پارک ویکیلاباد. اصلا داری دلخورم میکنی بفرستمت خارج، تو لیاقت مشهد نداری. خدایا اصلا بحث مشهد و ایران و جهان نیست، یه چیزی میگم بین خود ما بمانه، ناراحت نری. کل کهکشان شیریه، یعنی کل کهکشان شیریه. خیلی خب مرتی که بی لیاقت، اصلا نمیخه بری. ما رو بگو یه فرستادم بهترین نقطه کهکشان، بعد میگن هی ارحم و راحمین باش. مگه اینا مزرن؟ خدایا الان چیکار کنیم؟ هیچی، بعد بشینم یه قل و قل بازی بکنم. بذار کف بزنم به یه اسرافیل بیکاره بره 2 تا سطل شله بگیره اعصابم به هم ریختی بخورم آروم بگیرم. اسرافیل با شماره داخلی 051.